دوستان عزیز نمیفهم مشکل ریکاردر از قطع شد. پس درس خود ادامه میدیم از اینجا. کارمون در کجا بود؟ در دراو تیبل بود. ما بخش باردار انشالله که فهمیده باشین. بعد کامی چی میکنیم برش باردار میتونیم انشالله که با اینا در پروژه استفاده کنیم و خوبتر خود فهمیدیم. از اینی این باردار جا خوانده بودیم. میایم از قسمتی بولیت. شما گاهی اوقات دیده باشین نشانی ها را که گاهی اوقات از این بولت ها استفاده میکنه، میگن هر دانه خط از اینا چی بگیره، هر دانه پاراگراف از اینا یک دانه خط بگیره، یا گویا که از این رنگش بگیره، از این بولت بگیره، این قسم بگیره، یا این قسم یا هم این قسم بگیره. ببینیم یک فرق بین بولت این کارو چی بود؟ بولت بود. یعنی فرمسار این قسم خط بگیره. اینو ببینین ما کلش پاک میکنم. اول فرمسار میگم از میایم بولت انتخاب میکنم، میگم متن نشون میکنم این قسم ما بگیره. اول فارسی میکنم. شما اول خوب از این را بخوانیم. یکی رایت تو لفت داریم، یکی لفت تو رایت داریم. اگر قرار باشه که فارسی نوشته بکنین همیشه باید چی انتخاب کنین؟ right to left اول باید انتخاب کنین. اگر میخواین انگلیسی نوشته کنین دیفالت خودش از طرف left to right میآید، اما ما میخوایم که فارسی نوشته کنیم right to left اول انتخاب میکنیم. یعنی خط رو کم بزرگ میکنیم. مثلا نوشته میکنیم که افغانستان دارای چند ولایت می باشد. ببین من یه انتخابش کردم، میخوام چی بگیرم برش؟ بولت بدرش بدم. یک تا نشانه یک از اینا برش استفاده کنم، یا میگم که انتر. ببینید دیگه سوال کردمش. دیگه سوال میکنم، گویا که سوالات باشه. افغانستان دارای چند ولسوالی می باشد. یعنی من خواستم از این بلوسا برش چی کنم استفاده کنم. من چی که من انتر بزنم گرفتن میگه. اگه بخوای که دیگه نگیره دوباره انتر بزن دیگه نمیگیره. این کاری بلوتس بود. من میخوام یک دونه متن انگلیسی بگیرم، گرچه خوب از او مساوی بلند که خوبتر براتون معلوم شود. من میخوام یک کمی دیگه اینجا خرج شود. بله خرج میرم میگم کنترل آل از این استایلکا باید چی بکنن؟ بگیرن. اما ببینید شما آخر هر پاراگراف هم میگیره. از این استایل باشه، از این استایل باشه، از این استایل، یا این نباشه، نن باشه، یا نیمیریک عدد بگیره. ببینید عدد بگیره، یا هم از این استایل ها بگیره. ببینین این استایل ها زیاد در چی استفاده میشه؟ در سوال ها ما میگویم نو ما نوشته کرده بودیم. گفتیم که فرد مثال باشه، فارسی انتخاب میکنیم. یک سوال کامپیوتر از چند بخش اساسی ساخته شده است. اگر ما بریم یک دونه استایلش انتخاب کنیم که 4 جواباری باشه، از میایم یک استایل انتخاب میکنم. فرض مثال چه قسم یک استایل باشه؟ از این استایل انتخاب میکنم. ببین اول یک گرفت سوال است. اگر من یک بار انتر بزنم چی میگه؟ تبا بزنم به من. ببینین شما فهمیدین تغییرات. اول من از دو استایل انتخاب کرده بودم، گفت کامپیوتر از چند بخش ساخته شده است. حالا ما میخوایم که در زیرش 4 جواب بیاید، 2 بخش، 3 بخش، 4 بخش. باید از چی کار بگیرن؟ این طوری است که سوال به یک دوسیه و
چهار جوابا را به ABCD نمایش میده. اگر یک بار من این طرف بزنم 2 را میگیره. اگر شما تب یا TAB به طرف چپ کامپیوترتان هسته، یک بار اگر تب ما کلیک بزنم همین 2 را به A تبدیل میکنه. ببینین میگم از چند بخش؟ از 2 بخش. پس دیگه این طرف بزنم B میاد، میگم 3 بخش. پس بگم این طرف بزنم میگم 7 بخش. اگر دیگه این طرف بزنم چند بخش؟ 5 بخش. 5 بخش. اگر حالی بخوایم که پس اول 2 بیاد، اگر من این طرف بزنم ای به هم میاره. اگر من یک بار دیگه این طرف بزنم چی میشه؟ 2 بار اگر این طرف بزنم، بله این خرابی کرد. ببینین 2 بار اگر این طرف بزنم چی میشه؟ به 2 تبدیل میشه. شما این باریکی ها را کم بفهمید. اگر ما بخوایم که من پیسر میرم کار میکنم، بله ببینیم من میرم اول از جا انتخاب میکنیم استایل رو، میگم این قسم باشه، سوالا رو به 1 بگیره و چهارجوابا رو به 2 3. ببین خودش اتومات 1 گرفت. فرض مثال یک چیز دیگر رو میگیرم. سافتویر به چند بخش تقسیم می شود. وقتی من یک بار کلیک بزنم 2 میاره، ما میخوایم تاب بزنم ا میاد. درست شد نه ولی صحیح شد نه؟ اگر دیگه این طرف بزنم ببینین تاب آورد به ا شد. من بگم که 1 بخش B میاد، 2 بخش 3 4. اگر ما دیگه این طرف بزنم ای میاد، ما میخوایم ای نیاید 2 بیاید. یک بار بزنم ای میاد، اگر یک بار دیگه این طرف بزنم 2 آمد. درست شد نه ولی میتونیم سوال دوم رو چی کنیم؟ نوشته بکنیم. دیگه آمدیم بخش اینی رو میخوانیم. بخش یکی داریم decrease و increase افزایش دادن، decrease کاهش دادن. من یک بار کلیک بزنم ببینین متن من کجا رو طرف left آورد، کم کم آهسته آهسته. ببین آهسته آهسته میره. اگر بگم decrease او طرف راست میبره. ما طرف سنتر هم میتونستیم اتومات با سنتر میورد. اگر دقیقه قسم بگیم آهسته آهسته انتقال میده. ببینین بر طرف آهسته آهسته انتقال میده. این بخش چی بود؟ increase و decrease. آمدیم بخش سورت به معنی که از نامش هم پیداست، به معنی چی؟ منظم کردن. ما اینیم رو در نظر میگیریم. وقتی ما عالم رو انتخاب بکنم بخوایم میره سورت بکنم، ببین اینجا بودیم سورت حالا برفعل اکسیدنت است، یعنی به شکل 1 2 3 اتومات است. اگر ما بخوایم نه 4 3 2 1 شروع شود میگم سورت دیسیدینگ انتخاب میکنم. درست شد نه؟ از چند استفاده شد؟ از طریق 4 3 2 1 شد، این دیسیدینگ شد، سرچپه شد. من اگر پس انتخابش بکنم میگم که نه اکسیدینگ شود. از طرف راست این و اتومات 1 2 3 باشه. ببینین این کار چی بود؟ کاری سورت بود. دیگه داریم بوکمارک. من میخوام میره پاک بکنم، یک متن دیگه بگیرم. کم میخوایم متن زیادتر بگیرم چون که بوکمارک هست باید زیادتر باشه. میخوایم 10 تا باشه. انتر. حال ببین وقت من بوکمارک کلیک بزنم با من داخلی صفحه چی گرفت؟ داخلی صفحه نه، البته از هر جایی که نقطه داشت یک بوکمارک زد. بوکمارک یعنی هر جایی که یک نقطه یک باشه. ببینید نقطه رو دیدین؟ اینجا از 4 صفحه یک بار نقطه گرفت. بوکمارک زدن یعنی 1 بوکمارک 2 بوکمارک 3 بوکمارک 4 بوکمارک. ما برای فعلا 7 بوکمارک 8 بوکمارک 9 تا 10 بوکمارک داریم. هر جایی که ختم نقطه یک بگیره او را به نام چی حساب میکنه؟ به نام بوکمارک برنامه او چی میکنه؟ حساب میکنه. انشالله که درس ها را خوب و دقیق درس ها را دنبال بکنین تا که برنامه ورد به شکل درست و اساسیش یاد بگیرید.